تمرین روی سیم‌های سوم و چهارم. دقت داشته باشیم که علامت 8 که زیر 2 نوشته شده با نقطه جیم تداوم پیدا کرده. البته در چاپ‌های جدید این خط ناپدید شده و تنها در خط آخر اون رو می‌بینیم. ولی باید در نظر داشته باشیم که زیر تمام خطوط این 8 ادامه پیدا کرده. این قاعده رو به صورت 60 اجرا می‌کنیم.